بسم الله الرحمن الرحیم. سپس مؤلف رحمه الله تعالی شروع می‌نماید: اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم 4 مسائل. بدون که الله تو را شامل رحمتش قرار بدهد که دانستن 4 مسئله، تعلیم گرفتن 4 مسئله برای تو واجب است. الاول العلم هو معرفة الله و معرفة نبیه و معرفة دین الاسلام بالادله. اول العلم که آن شناخت الله و شناخت پیامبر و شناخت دین اسلام با دلیل هاست. الثانية العمل به، دوم عمل کردن بر آن. الثالثة الدعوة إليه، سوم دعوة کردن به سوی آن. الرابعة چهارم الصبر على الأذى فيه، صبر کردن در آن آزار و اذیتی که برای بالای انسان میآید بعد این. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر، با درستی که انسان در هلاکت تام است، الا الذين آمنوا، مگر آن کس که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و عملهای صالح انجام دادن و تواصوا بالحق و بر صواب بر حق یکدیگر را نصیحت کردن و تواصوا بالصبر و بر صبر همدیگر را دعوت نمودن. و قول امام شافعی رحمه الله تعالی سپس می‌آورد که لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لكفتهم. شافعی رحمه الله تعالی صاحب مذهب است، معروف است، مشهور است، میگه که اگر الله حجت برای خلقش نازل نمیکرد جز این سوره عصر، همون بسنده برای تمام مردم. و امام بخاری رحمه الله تعالی میفرماید که العلم قبل القول والعمل، باب در بیان علم پیش از سخن و عمل است. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی، قوله تعالی: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبك، بدان که معبودی بر حق جز الله نیست و از برای گناهان خود استغفار طلب نما. سوره محمد آیه 19. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، پس با علم شروع کرد پیش از سخن و عمل کردن. این نقطه را، این که اصل اول است، از مقدمه اول است، این رو ما برایش شرح و واضح یا که توضیح میدهیم. پس ای برادر و خواهر عزیزم، بدون که الله سبحانه و تعالی تو را شامل رحمتش قرار بدهد که بر ما واجب است آموختن 4 مسئله چگونه که مؤلف در اینجا بیان کرد. کلمه اعلم بدون می شود. اعلم یعنی بدون، کلمه است که برای هشدار و بیدارسازی ذکر یادآوری می شود و عادتا علما آن را هنگام ذکر مسائل مهم می‌آورند تا دانشجو با دقت تمام آمادگی بیند تا این معنایی که بر گوش او میرسد از این باخبر شود. پس معناش بدان و با اطمینان کامل و هوشداری و هوشیاری به اندازه با آنچه که به تو گفته می شود گوش بده بدان. پس اعلم بدان می شود. پس بدان دانستن و معنا و مرتبه ادراک، یعنی درک کردن، دانستن. علما گفتن که ادراک 6 مرحله دارد. ادراک یک درک کردن، علم پیدا کردن 6 مراحل دارد. چون که علما فرمودن اول علم چی است؟ علم این است که درک چیز با آن گونه که بر حقیقت هست، یعنی درک کردن چیزی که واقعیت دارد، این را علم میگویند. با اطمینان کامل و یقین قطعی که شبهه در آن جای نمیگیرد، این را علم میگویند. مثلا اگر شما با چشمان خود ببینید که آفتاب طلوع می شود، این علم پیدا کردید و دیدید که یقین کرده که آفتاب طلوع کرده ایستاده است، زیرا با اطمینان کامل میدونید که واقعیت است، واقعیت رخ داده ایستاده است. این را علم میگن، اطمینان کامل با یقین. وقتی که ما میدونیم که الله سبحانه و تعالی یکتاست و برای او شریک نیست، تنها او سزاوار عبادت است، این علم است، علم یقینی است، زیرا با دلیل های قطعی و یقینی کامل ثابت شده است. پس این علم نور است که حقیقت را چنان که هست روشن میسازد و با دل اطمینان کامل میبخشد. اما ضد علم این جهل است. قسمت دوم جهل بسیط میگویند، جهل ساده، ندانستن کامل. جهل ساده یا که جهل بسیط، ندانستن کامل، یعنی شخص حقیقت را نمیداند و خود هم میفهمد که نمیداند، جاهل بودن خود را میداند. مثلا اگر پرسیده شود که غزوه بدر کی بود، جنگ بدر کی بود، جواب میدهد که نمیدانم. اگر شخصی را پرسند حکم یک مسئله فقهی چیست و او بگوید من در این باره معلومات ندارم، این را جهل بسیط، نادانی بسیط میگویند، نادانی ساده. و جهل بسیط خطاگی علمی است. جهل بسیط یکی نداشتن علم است. انسان در مسئله از مسئله ها کلا علم ندارد، دانش ندارد و این خطاگی نیست. پس انسان چیزی را نمیداند با نادانی خود اعتراف میکند، اگر بر او بیان شد در حال میپذیرد، این را جهل بسیط میگویند. و قسمت دومی از جهل، از دوم نادانی، جهل مرکب میشود. جهل مرکب دانستن، دانش داشتن با اعتقاد قاطع قطعی، ولی آن دانش وی برخلاف حقیقت است. دانش دارد، دلیل حجت دارد، ولیکن برخلاف حقیقت است آنچه که آموخته است. این است که شخص چیزی را میداند با اعتقاد قاطع، اما آن چیز برخلاف حقیقت است، یعنی او تنها گمان میکند که درست است
گمان میکند که میداند، در حالی که خطاست، نادرست است. مثلا هنگام از او میپرسد که جنگ بدر کی است، کی بود، و جواب میدهد که سال 3 از هجری، در حالی که درستش سال 2 از هجری بود. علم دارد نه که علم نادرست دارد و این برای انسان وبال است. یا کسی با قطعیت میگوید که زمین در گرد آفتاب دور میزند و آفتاب دور نمیزند، این گونه سخن میگوید، ولی که حقیقت برعکس است. بارک الله فیکم. یا کسی با اطمینان کامل میگوید که نماز بر انسان در 3 وقت فرض است، با باوری کامل میگوید. به مثل شیعان اسماعیلیه نماز میگوید 3 وقت است، با خود دلیل و حجت باز میارن، در حالی که حقیقت این است که نماز 5 وقت است با دلیل کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله. اما او فکر میکنه که نماز 3 وقت است، ولی فکری و اندیشه و دانش و برخلاف حقیقت است. پس اینو جهل مرکب میگن. جهل مرکب یک تاریکی است، یک تاریکی است که آدم آن را نور میشمارد و انسان با نادانی خود و آگاه نیست که وی نادان است، گمان میبرد که وی حق است. این جهل مرکب بسیار مرکب است که انسان اگر در این جهل گرفتار شود برآمدنش خیلی دشوار است. همین است که بعضی از انسان‌ها بعضی از معلومات را از هر را چیده میگیرن، از شبکه‌های اینترنتی درس‌ها را پورا نخواندن، خود دانشمند میگیرن، بلکه گمراه میکنن مردم را. چهارم ظن میگویند، گمان. و گمان دانش یا اندیشه است، با احتمال همراه است، ولی احتمال درست بودن آن از احتمال خطا قوی‌تر است. احتمال ظن گفتم من گمان میکنم تاجیکا میگن. یک دانش یا که اندیشه است که با احتمال همراه است، یک احتمال با وای همراه است، ولی احتمال درست بودن آن از احتمال خطا قوی‌تر است. یعنی انسان بیشتر مطمئن است که درست است، اما هنوز 100% یقینی نیست. این را ظن میگویند، گمان میگویند. مثلا شما دوستی دارید که همیشه راستگو هست، مثلا از دوستتان یک سخن را میشنوید و انسان راستگو و صادق است، ولی دلیل کاملی ندارد، دلیل قطعی ندارد، با گمان میگوید. من گمان دارم میگوید، من گمان میکنم که خبر درست است. یعنی احتمال درست بودنش بیشتر از احتمال ندرست بودنش است. این رو ظن میگویند. یا که مثال دیگر گیریم، اگر شخص در نماز گمان کند که در رکعت سوم است و احتمال میدهد که چهارم باشد، در رکعت سوم است که گمان میبرد احتمال میکنه که شاید در چهارم باشد، ولی احتمال سوم قوی تر است. احتمال سوم قوی تر است، همین است که رکعت سوم را میگذارد. این را ظن میگویند و بر اساس آن عمل میکند، بر قوی بودنش. پس انا همین ظن، انا همین گمان یک پول است میان شبهه و یقین که باید بررسی شود. اما احتمال قوی باید درست قرار گیرد، اما به درجه یقین نرسیده است، به درجه یقین نرسیده است. این را ظن میگویند. و پنجم وهم میگویند. وهم باشد درک یا اندیشه است که بر اساس احتمال است، اما احتمال خطا بودن قوی تر است از احتمال صحیح بودنش رو. یعنی انسان چیزی را گمان نکند، ولی در حقیقت بیشتر احتمال میرود که وای خطا است. یک مثال یاریم، یعنی که شما در شب یک سایه ای را میبینید و با خود میگویید که شاید آدم باشد، اما احتمال بیشتر این است که درخت یا که ستون است. این رو وهم میگویند. کسی گمان میکنه که احتمال 1 بار سلام داده است در نماز مثلا، اما احتمال بیشتر این است که 2 بار سلام داده است. این حالت رو وهم میگویند. این مسئله در حالت‌های فقهی ذکر میشود. پس وهم پرتافتن سایه خطا بر حقیقت است. تو در سه حقیقت داری، یقین داری، یعنی که در آنجا یک سایه پیدا میشود. این رو وهم میگویند. ششم شک چی است؟ شک این برابر دانستن دو چیز است، دو احتمال. در مسئله از مسئله ها مثلا انسان چی می‌نماید؟ شک میکند، متردد است، برابر بین این دو است. پس در نتیجه علم آن است که با قاطع، با قطعیت موافقت نماید، قطعی باشد. پس علم بر دو قسم تقسیم می شود. تقسیمات علم بر دو قسم تقسیم می شود. اول علم ضروری و فطری. علم ضروری و فطری علم است که انسان آن را به استدلال، به دلیل و به استدلال و به تفکر می داند. یعنی علم ضروری و فطری دانش است که فطرتاً و طبیعتاً در ذهن انسان جای گرفته است و با اندیشیدن یا که با دلیل آوردن دیگر نیازی نیست. یک مثال میاریم، هر کسی میدوند که آتش میسوزاند بدون اینکه برای تو اثبات نمایی، دلیل بیاری. هر کس میدوند که چیز آتش میسوزاند، دیگر طلب دلیل بر این لازم نیست. و هر انسان میدوند که او را خالق است، او را یک کسی آفریده است. این اعتقاد فطری انسان است، نیاز دیگر بر بحث و دلیل نیست. این را علم ضروری فطری میگویند. اما علم نظری باشد، علم نظری کسبی،
با نظریه کسب کرده می شود. آن علم است که معنا و حقیقتش تنها با فکر کردن، تحقیق، با دلیل آوردن فهمیده می شود. یعنی انسان با تفکر و با دلیل نیاز دارد که آن علم را بیاموزد و علم را دریابد. اگر مثال بیاریم، افاده کلمه هر مخلوق آفریده شده است، این حقیقت با دلیل ثابت کرده می شود. یا که مثال دیگر دانستن آن که الله سبحانه صفات‌های ذاتی دارد و صفات‌های فعلی دارد، دارای صفات هاست. این با دلیل قرآن و حدیث، در این مسئله با دلیل قرآن و حدیث تکیه کرده می شود و استدلال گرفته فهمیده می شود. پس در علم‌های نظری علم‌های شرعی داخل می شود. یعنی که علم‌های نظری با قسم‌ها است. قسمت اول علم‌های شرعی. علم‌های شرعی علم‌هایی هستند که انسان آن را از طریق وحی، یعنی که از قرآن و سنت با واسطه قرآن و سنت می‌آموزد که این علم‌های شرعی فرض عین می‌شود. فرض عین دانشی که آموختن آن بر هر مسلمان مرد و زن حتمی است. اگر کسی آن را نآموزد دینش ناپوره می‌گردد و در گمراهی می‌افتد. به مثل آموختن اصول ایمان، یعنی ایمان به الله، به فرشتگان، به کتاب‌ها، به پیامبران و روز آخرت، آموختن احکام نماز، روزه، طهارت، هر سه که برایش اجرای آنها لازم حتمی است از عبادت‌ها، آموختن احکام معاملات شخصی بین بنده و پروردگارش، بین بنده و بندگان، بر آنچه که نیاز دارد، به مثل اگر تاجر باشد این مسائل را خوب بیاموزد، احکام تجارت را خوب از خود نماید. پس فرض عین، اینو فرض عین هستند. فرض عین علم است که برای هر مسلمان چون نان و آب لازم است. به آن دین انسان استوار نمی شود، پایبند نمی شود. اما فرض کفایی باشد، قسمت از دومی از علم، فرض کفایی دانش است که آموختن آن برای تمام امت ضروری است، ولی از هر گروه از مسلمانان یک قسمت از مسلمان اگر آن را آموزند که احتیاجمندی دیگران را برطرف سازند، در اینجا از سر دیگر کسا ساخت می‌گردد. اگر هیچ کسی این علم را نآموزد همه گناهکار میشوند. مثال علم تفسیر یا که علم حدیث یا که علم فقه مفصلا که برای فتوا دادن و حل مشکلات مردم ضرور است. علم قضا و قضاوت، دادگاهی، حق مردم برپا کردن، اینا برای همه واجب فرض نیست. در یک شهر دیره یک نفر یک چند نفر باشد بسنده است. یا که علم طب در جامعه اگر در یک شهر ده یک نفر دو نفر اگر علم طب با خبر باشد دیگر بسنده است. یا که علم مهندسی، کشاورزی در اقتصاد و جامعه. پس فرض کفایی علم است که مثل چراغ کوچه است، مثل چراغ کوچه. اگر یک چند چراغی باشد بسنده است که تو کوچه را گذر کنی. اگر هیچ چراغی نباشد در تاریکی باقی میمانی. یک چند چراغی باشد تمام راه روشن میشود، از تاریکی انسان نجات مییابد. پس این است مرحله علم. پس مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا اعلام گفت، بدان گفت که همین در نظر وی دانستن علم های فرضی است، زیرا آموختن عقیده و اصول دین بر هر مسلمان واجب است. اما قسمت دوم علم دنیوی است. فرض عینی بود، فرض کفایی بود. قسمت دوم علم دنیوی و علم دنیوی علم‌هایی هستند که وسیله‌هایی هستند که برای زندگی دنیوی و پیشرفت جامعه به کار برده می‌شود. و این علم‌های دنیوی دو بخش دارد. علم‌های دنیوی دو بخش دارد. یکی مباح، یعنی که جایز، علم‌هایی که آموختن آنها جایز و رواست. علم‌های همچون طب، مهندسی، ریاضیات، زبانشناسی و غیره. آموختن اینها جایز است. جایز است. اما فرض نیست. اگر یک چند نفر این را بداند، علم طب را از هر قسمت طب اگر یک انسان اگر که در آن معلوماتی داشته باشد، دیگر واجب نیست که هر کس باید طب را بیاموزد. به فرض کفایی میرسد، یعنی هنگامی که اگر جامعه بر آن نیازمند باشد، دیه بر آن به یک نفر و دو نفر نیازمند باشد. چقدر مردم طبیبا بسیار است، یا که مهندسان، یا که زبانشناسان، یا که ریاضیدانان. و قسمت دوم علم حرام میشود. و علم حرام، آموختن علم حرام آن علمی که یا که آن کسب است که بر دین خصوصا و بر جامعه ضرر میرساند. مثال علم جادوگری، علم سحر، علم فلک و آموختن چیزهایی که گمراهی و فسادی در بین مردم میآورد، اینا حرام هستند، بلکه بعضی از اینها کفر و شرک است. پس آموختن علم در نتیجه فرض عین می شود. اصول دین را خوب آموختن و فهمیدن، درک کردن از توحید، از عقیده، از نماز، از روزه و غیره. و فرض کفایی می شود که یک چند نفر اگر بیاموزد از سر دیگر کسا ساخت می شود، مثل علم تفسیر، حدیث، فقه را مفصل آموختن. و فرض کفایی می شود اگر در جامعه در این مسائل یک چند نفر اگر که مکمل باشد، از سر دیگر کسا ساخت می گردد. اگر همه ترک نمایند همه گناهکار می شوند. و علم دنیوی دو قسمت دارد. علم مباح است، جایز است خواندن آن، به شرطی که اگر ترکی علم شریعت نکند. اگر انسان ترک علم شریعت را ترک کرد و دنیا را آموخت، برایش حرام میگردد، جایز نمیگردد. اول شریعت را باید خوب بیاموزد، اصول دین را باید خوب بیاموزد، فرضه های الهی را، فرض عین را خوب بیاموزد،
سپس بر علم مباح بر علم جایز بپردازد و به علم حرام اصلا نزدیک نشود، به علم هایی که حرام هستند اصلا نزدیک نگردد. بارک الله فیکم.